نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات تا یکی دو رکوع درباره احزاب، اون جریانی که این سوره به اون جریان منسوب است و به اون جریان نامگذاری شده، ما در رابطه با احزاب میخوانیم. من قبل از اینکه آیات را خدمت شما تلاوت بکنم، در ارتباط با این جریان که یکی از اتفاقات بسیار مهم در تاریخ اسلام است، خدمت شما عرض می کنم. اولا احزاب جمع حزب هست. این سوره را احزاب میگویند چون تمام احزاب، تمام گروه ها، تمام کسانی که مخالف اسلام بودند، عام از یهود، مشرکین، منافقین، قبایل عرب دست به دست هم دادند بر علیه اسلام، یه جبهه متحدی تشکیل دادند، یه ائتلافی تشکیل دادند و اونها آمدند که برای همیشه فاتحه اسلام خونده بشه، برای همیشه بساط برچیده بشه. ولی در این سوره میخوانیم که الله عزوجل چطور اونها را ناکام کرد، نامرادشون کرد. این آیات باید ما را تقویت بکند. ما مسلمان هایی که امروز گرچه از نظر جمعیت کم نیستیم، دومین جمعیت دنیا را داریم، اما از نظر بسیاری از مسائل دیگه، بالخصوص از نظر متاسفانه ایمان و معنویت ضعیفیم. باید ما را این آیات تقویت بکند که اگر ما بر مسیر حق باشیم، ما انشاءالله بر همه مشکلات فائق میاییم، همان گونه که اصحاب و یاران رسول الله در این امتحان بزرگ الهی موفق شدند. اصل داستان از این قرار بود که در سال، اگر به ریشه اش بریم، ریشه این جریان به سال 4 هجری برمیگرده. در سال 4 هجری ما در سوره حشر خواندیم که یهود بنو نذیر، دو تا قبیله عمده بود در مدینه طیبه، یکی بنو قریظه، یکی بنو نذیر. یهود بنو نذیر میخواستن خیانت بکنند، بر علیه رسول الله توطئه کردند، میخواستند ایشون را از پای در بیارند که الله عزوجل پیغمبر خودش را متوجه کرد. رسول الله رفت بر علیه یهود بنو نذیر لشکرکشی کرد، چون عهد را شکستند، پیمان را شکستند، خیانت کردند. منافقین به یهود گفتند شما نرید، ما در کنار شما هستیم. منافقین ترسو هم نیامدند. تا چند روز یهود محاصره بودند، آخر راضی شدند که مدینه را ترک بکنند، باغها و قلعه‌ها و ساختمان‌های خودشون را بذارند، از اینجا برند. این خائن‌ها را رسول الله اینگونه تنبیه کرد. اینها رفتند، بخشی از اینها رفتند به شام، سرزمین شام که سرزمین آبایی و اجدادیشون بود. بخشی دیگه رفتند به خیبر. خیبر با فاصله از مدینه طیبه در میان کوها، یه منطقه بسیار خوش آب و هوا و منطقه که اونجا باغهای بسیار زیادی داشت و آب بسیار شیرین و زلالی داشت. اونجا هم یهودی های زیادی
ساکن بودن رفتن پیش اون یهودی ها پناه ببرن. سردار اینها حیی بن اخطب بود. حیی بن اخطب از سرسخت‌ترین دشمنان که بعداً خدای عزوجل در سال هفتم، در سالی که خیبر فتح شد، دخترش که حضرت صفیه هست، صفیه بنت حیی، در همین جا اسیر شد و بعداً به عقد رسول الله در آمد. این حیی بن اخطب سرسخت‌ترین دشمن رسول الله و کسی بود که کینه به دل بود. این حیی بن اخطب با همکاری ابو عامر، قبلا خدمت شما در جریان حنین در رابطه با ابو عامر هم گفتم که ابو عامر یکی از دشمنان سرسخت رسول الله بود، مسیحی شده بود، بعدا رفت به مکه مدتی تحریک میکرد همیشه اهل مکه را بر علیه رسول الله، و تا اینکه در حنین گریخت و اصلا از سرزمین حجاز رفت و به روم رفت و از اونجا باز هم تحریک کرد مسجد زرار را با اشاره و حمایت های مالی او درست کردن. هی میخواست جای پای درست بکنه، هی میخواست توطئه بکنه، الله عزوجل ناکامش کرد. لذا این حیی بن اخطب با همکاری ابو عامر با قبائل مختلف یهود که یکی از ملاهای یهود به نام کعب بن اشرف هم همراهش بود، اینا رفتند برای مذاکره پیش مشرکین مکه، رفتند مردم قریش، پیش قبیله غطفان رفتند، پیش قبایل دیگر، اسلم، اشجع، بنی مره، بنی کنانه، بنی فزاره، همه این قبایل رفتند با همه مذاکره کردند و همه را قبولاندند، قانع کردند که اگر ما یک جبهه بزرگی بر علیه اینها تشکیل بدیم میتونیم برای همیشه از شر اینها به تعبیر اون بی ایمانها خلاص بشیم. لذا همه را یه نقشه خوبی پیاده کردند و همه را قانع کردند. مشرکین مکه که اولا اعتماد نکردند، آخر از اونها سوگند گرفتند، عهد گرفتند، در سوره نساء خواندیم، حتی بت‌هایشون را تعظیم کردن به خاطر اینکه دلشون خوش بشه، مذهبشون را تایید کردن، گفتن شما نسبت به مسلمان ها درست‌تر هستید، بر حق هستید. بالاخره یک گروه بسیار بزرگی، لشکری که در رأسش ابو سفیان بود، در رأس قریشی ها، و همچنین رئیس قبیله غطفان، اینها آمدند. یهود خیبر و یهود بنو نظیر اینا همه بودند، آمدند و مدینه طیبه را محاصره کردند. اما قبل از اینکه اینها بیان برسند حرکت کردند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خبر شدند، مطلع شدند از جریانی که اونها داشتند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم صحابه را جمع کردند، جلسه اضطراری تشکیل دادند و از اهل شورا خواستند مشوره بدن چه باید کرد، چطور از خودمون دفاع بکنیم، بیرون مدینه بریم، داخل مدینه بمونیم. لشکری بود که در مقابل اون لشکر نمیشد کاری بکنن. سپاه مسلمان ها را بین 1500 نفر تا 3000 نفر گفتند، عدد متفاوتی در تفسیر هست. بالاخره این لشکر اندک چی کار میتونه بکنه؟ 10,000 نفر تا 12,000 نفر. وقتی که مشوره دادند، حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه بود، سلمان فارسی، و ایشون گفت یا رسول الله، در بلاد ما، بلاد عجم، اینجور مرسوم است که هر وقتی که از دشمنی احساس خطر بکنیم، ما خندق حفر میکنیم، چاله میزنیم، حفره میزنیم، اون وقت ما از شر اونها در امان میمانیم. همه نمیتونن بیان، کم کم که بیان باشون مبارزه کردن آسان میشه.
آن حضرت صلی الله علیه وسلم با توجه به موقعیت جغرافیایی که مدینه منوره داشت هم بسیار پسندیدند این مشوره را، به خاطر اینکه از قسمت شرق و غرب مدینه حره بود. حره کوها و زمینهای سنگلاخ که اونجا اصلا قابل تردد نبود، کسی نمیتونست با شتر و با اسب و با حیوانی از اونجا بیاد. پس از دو طرف مدینه در امان بود. از طرف جنوب هم قبیله بنو قریظه بود، یهودی ها بودند که دروازه مدینه را داشتند. اونها به ظاهر هنوز پیمان نشکسته بودند، اونجا هم هیچ خطری احساس نمیشد. فقط مونده بود شمال مدینه که از جانب شمال احساس خطر بود. یه چیزی حدود 6 مایل که نزدیک 10-12 کیلومتر میشه، به این اندازه یا بعضی کمتر گفتند، 6 کیلومتر گفتند، 3 میل گفتند، به این اندازه عرض کنم که مسیر بود که میتونستن از اینجا حمله بکنن. لذا مشوره بر این شد که بهترین صورت اینه که اینجا خندق بزنیم تا اینکه مشرکین نتونند از این مسیر عبور بکنن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این مشوره را پسندیدند، فوراً تقسیم کار کردند. حدوداً 1500 نفر از اصحاب بودند، گروه های 10 نفره تشکیل دادند و هر چند متر و چند ذراعی را به یک گروه دادند که شما اینجا کار بکنید. صحابه با یک اشتیاق خاصی کار میکردند، خندقها را حفر میکردند، خندقها را که تقریبا عرضشون 3 متر بود که شتر نه اسب هم نمیتونست که پرش بکند از اونجا بتونه بیاد داخل. و خندقها را در طول این مسیر آن حضرت صلی الله علیه وسلم با صحابه حفر کردن. تقریبا در ظرف 6 روز تمام این خندقها زده شد. وقتی که تقسیم کردن در همین مسئله پیش آمد، چون خود سلمان رضی الله تعالی عنه مغز متفکر این طرح بود، سلمان بر سلمان اختلاف شد. مهاجرین گفتن با ما باشد، انصاری ها گفتن با ما باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود سلمان منا اهل البیت، در همین جا فرمود سلمان از ما اهل بیت است، یعنی با ما باشد. گروهی از اهل بیت که تشکیل دادن، سلمان جز اونها بود، خود رسول الله جز اونها بود. تا اینکه وقتی که رفتند و به اون صخره و به اون سنگ بزرگ رسیدند، هر کاری کرد سلمان زده نشد. سلمان آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، عرض کرد یا رسول الله سنگی هست نمیشه، هر کاری میکنیم، اجازه داریم یه مقدار مسیر را منحرف بکنیم، خندق را کج ببریم؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم خودشون رفتن، هر آله‌ای بود به دست گرفتند، پتکی بود، کلنگی بود، هر چی بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم 3 ضربه زدند، معروف است در احادیث. اولین ضربه را که زدند، یه جرقه ای آمد که مقدار اون سنگ ترک برداشت. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود در این جرقه من حیره را و محلات حیره که مال شام هستند من دیدم، و همچنین کسرای ایران را که اینها را الله عزوجل زیر پای امتان من قرار داد. این مناطق را الله عزوجل در عین یأس و نومیدی امید میده به پیغمبرش. این جرقه نصرت است. در جرقه دومین ضربه را که زدند، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که ساختمانهای سرخ رنگ روم را و قیصر را میبینم که خدای عزوجل زیر پای امتهای من قرار داد. و در جرقه سوم فرمود محلات صنعای یمن را میبینم که الله به دست
امتیان من اونها را فتح کرد. با جرقه سوم اون سنگ پودر شد، تکه تکه شد و رسول الله فرمود کار را ادامه بده. منافقین مسخره کردند چون شرایط بسیار سختی بود. گفتن ما از ترس نمیتونیم دستشویی بریم، قضای حاجت بریم که وقت دشمن ما را نزنه و اینا اینجا خواب ایران و روم را میبینند. هی مسخره میکردند به این پیشگویی های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خلاصه شرایط بسیار سختی بود، اما ضمن اینکه شرایط سختی بود الله عزوجل کرامات و معجزات عجیبی و بیشماری به پیامبرش در این معرکه نشان داد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم و اصحاب چیزی برای خوردن نداشتند. معروف هست که شکمهایشون را بسته بودند، با چادر بسته بودند، سنگ بسته بودند تا اینکه بتونن بهتر راحتتر کار بکنند و یه حالت خاص بود. هیچ چیزی برای خوردن نبود و فصل هم فصل ناداری بود، تقریبا زمستان بود، هوا هم سرد بود. بعضی از عرض کنم که معجزات را میخوام خدمت شما عرض کنم که در همین شرایط ضیافت حضرت جابر رضی الله تعالی عنه اتفاق افتاد. جابر رفت خونه اش، به همسرش گفت چیزی هست یا نیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم از چند روز با صحابه و یارانش گرسنه هستند، هیچی نخوردن و من چهره رسول الله را میبینم ترحمم میاد. همسر جابر گفت که یه بزغاله ای هست و حدود 1 صاع آرد، 1 صاع تقریبا 4 کیلو میشه، بیشتر نیست. همینا رو میتونیم درست بکنیم، به همین اندازه مهمان بیار، بیشتر نیار. این اندازه تقریبا برای خود رسول الله و فوقش 10 نفر. جابر گفت باش اشکال نداره. زن جابر تأکید کرد که ببین جلوی مهمان ها مرا شرمنده نکنی. همیشه زنها حساس هستند، میخواند که خوب از مهمانان خودشون پذیرایی بکنند. جابر رفت به رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت خصوصی گفت یا رسول الله ما غذای مختصری آماده کردیم برای شما و تعدادی از نفرات. آن حضرت فرمود خیلی خوبه، برید ما میاییم. به جارچی گفت اعلام کن امروز همه خانه جابر مهمان هستید. جابر پریشان شد، گفت چه خبره؟ دوان رفت پیش همسرش گفت رسول الله با کل لشکر میخوان بیان. زن ناراحت شد، سرزنش کرد، بهت نگفته بودم بگو که غذای ما محدوده؟ گفتم. گفتی پس اشکالی نداره، حتما نبی خدا خودش یه چیزی میدونه. رسول الله توصیه کردن که شما آردها را خمیر نکنید تا من خودم بیام، چون آرد را خمیر میکردند اونطور نان درست میکردند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم خودشون ابتداءً قاطی کردند آرد و آب را و خمیر کردند و گفتند دستور دادند که نان درست بکنند و ظرف غذا را، اون دیگی که گوشت ها توش بود، گرفتن به صحابه گفتن حلقه های 10 نفری بشینید. حلقه های 10 نفری می نشستند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در نان گوشت می گذاشتند، خودشون تقسیم می کردند. کل لشکر را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پذیرایی کردند. بعد از اون نگاه کرد جابر، دید که دیگ هم پر از غذا است، سفره هم پر از آرد و نان هست. فرمود اینها را بعد از اون ما بین همسایه ها تقسیم کردیم. الله عزوجل این گونه گاهی معجزه نشان میده، اینها در واقع تسلی هستند که صبر کنید. بعد یه جریان دیگری پیش آمد که مادر نعمان ابن بشیر خرمایی به دست نعمان فرستاد برای پدر نعمان و برای دایی نعمان عبدالله ابن رواحه. گفت اینها را ببر، این خرماها را به اونها بده. این تو چادر نعمان بسیار کم بودن این خرماها. یه روز دیگری این اتفاق افتاد. وقتی که آمد گفت پدرم کجاست؟ بچه‌ای بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت چیکار داری؟ گفت این خرماها را آوردم.
یه مقدار کمی خرما بودن. گفت خرما را به ما تحویل بده. آن حضرت خرما را تحویل گرفت و روی سفره اینا را پهن کرد، دستور داد همه بیان بخورند. همه آمدند خوردند، همه به قدر کافی خوردند و خرماها همونطور باقی ماند. معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم را وقتی که در احادیث میبینیم، نگاه میکنیم، تمام معجزات تمام انبیا یک طرف، معجزات پیغمبر عظیم الشان اسلام بیشتر هستند، اما بزرگترین معجزه که بقیه معجزات را ما زیاد روش مانور نمیریم، چون که ما معجزه قرآن را داریم، از همه معجزات بزرگتر است. هرچی که جلوتر میریم بیشتر به اعجاز قرآن پی میبریم و الله عزوجل این را به عنوان بزرگترین معجزه معرفی کرده. علی ای حال شرایط بسیار سختی بود عزیزان. در خندق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای صحابه هم دعا میکرد هم رجز میخواند. رجز چیز شبیه شعر هست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم دعا کرد. عبدالله ابن ابی اوفا راوی هست، زمانی که خندقها را میزدند گفت اللهم منزل الكتاب، بار الها ای ذاتی که این کتاب را نازل کردی، سریع الحساب ای ذاتی که زود حساب میگیری، اهزم الاحزاب این احزابی که بر علیه ما توطئه کردند، بار اله اینها را شکست بده. اللهم اهزمهم و زلزلهم، خدایا اینها را شکست بده و در صفهای اونها تزلزل بیار. این در روایت بخاری هست. صحابی آمد خدمت رسول الله، همه میخواستن دعا بکنن، بعضی نمیدانستن چه دعایی بکنن. گفت یا رسول الله من چه دعایی بخوانم؟ فرمود بخوان اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، خدایا حریم ما را ستر بکن. حریم ما را منظور حریم خانه هستند، زنان هستند، بچه ها هستند، اینها را بپوشان، یعنی حیا و عفت ما را محفوظ بدار، ننگ ما را، و آمن روعاتنا و قلب ما را اطمینان ببخش، دل ما را قرص بکن که ما هیچ خطری داشته نباشیم، هیچ نترسیم. لذا الله عزوجل کمک کرد. وقتی که صحابه داشتن خندقها را حفر میکردن، کار میکردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفت و برای صحابه این رجز را میخواند. در حدیث آمده اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، بار الها اگر تو نبودی ما هدایت نمی شدیم، ولا تصدقنا ولا صلینا، نه صدقه می دادیم نه نماز می خواندیم. فانزلا سکینة علینا و ثبت الاقدام ان لاقینا، بار الها بر ما سکینه نازل کن و ما را ثابت قدم بگردان اگر در مقابل دشمن قرار گرفتیم. ان اللائي قد بغوا علينا و ان ارادوا فتنة ابینا، اینهایی که بر ما هجوم آوردند، بر ما لشکر کشی کردند و طغیان کردند، اگر اراده فتنه بر علیه ما داشتند ما انکار بکنیم، به این معنا که ما اونها را شکست بدیم، اونها را ناکام بکنیم، خدای چنین شرایطی فراهم بیاور. این دعا را می‌خواندند و صحابه کرام وقتی که دیدن رسول الله می‌خواند، صحابه به وجد آمدند، صحابه احساساتی شدند، صحابه هم صدا و هم زبان با هم می‌خواندند نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، ما جماعتی هستیم که با محمد صلی الله علیه وسلم بیعت کردیم، ما بر بیعت خودمون هستیم. این چیزها رسول الله را تقویت میکرد و شاد میکرد. ما بر بیعت خودمون هستیم، علی الجهاد ما بقینا ابدا، بر جهاد تا زمانی که ما باقی بمانیم. رسول الله در جواب گفت اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره، بار الها
زندگی نیست مگر زندگی آخرت. بهترین زندگی که اونجا امنیت، آسایش، آرامش، خوشی، روح و ریحان، نعمت آخرت است. از خدایا مهاجرین و انصار همه را ببخش. وقتی که دیدند رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این ایثار را، این خودگذشتگی را، این قربانی که صحابه دارن میدند، با وجود گرسنگی، با وجود سختی، با وجودی که از طرف منافقین هی تبلیغات میشد، هی تضعیف روحیه میشد، میخوانیم آیات میاد که منافقین چی میگفتن. اینقدر اینها ایمانشون قوی بود. عزیزا اینا الگوهای ما هستند. ما در همین سوره میخوانیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. رسول الله برای شما اسوه حسنه و الگوی خوبی هست. رسول الله الگوی هست در این مسائل، در استقامت، در نترسیدن، در شهامت، در استادگی در مقابل دشمن. لذا با این شرایط سخت خندقها را حفر کردند. بعد از اینکه خندقها حفر شد، این طرف برای خودشون سنگرهایی هم درست کردند، چون که مشرکین وقتی که آمدند، مشرکین تقسیم کرده بودند که در همین قسمت شمال از یک زاویه ابو سفیان حمله بکنه، از یک قسمت قبیله غطفان، بقیه قبایل. وقتی آمدند همه با خندق مواجه شدند. اون طرف خیمه زدند که چه کار بکنند، منتظر بودند. بعضی هاشون بسیار عصبانی بودند، میخواستند بیاند و چون که عقده داشتند عقده هاشون را خالی بکنند و بجنگند، اما نمیتونستند بیاند. یکی از افرادی که بسیار عقده داشت و در جریانات قبل در بدر ضربه دیده بود و عقده‌ای بود و پر از بغض بود، عمرو بن عبدود بود. عمرو بن عبدود یکی از سپهسالاران قریش، یکی از کسانی که مثل اون نه شمشیرزن بود نه هیچ کس برای مبارزه با او حریف میشد. هیچ که جرأت نمیکرد در مقابل عمرو بن عبدود بیاد و این زمان سنش هم بالا بود. یک مرد کارکشته، دور دیده، خیلی قوی بود. ضمن این که گفتن بالای 70 سال، بعضی گفتن 90 سال سن داشت. خیلی جنگجو بود، خیلی فرز بود، خیلی ماهر بود. این تونست با اون چالاکی که داشت، با اون زرنگی که داشت، از خندق عبور بکنه. با اسبش خیلی آمدند عبور بکنن، افتادن، شکستند، اما این از خندق عبور کرد، آمد این طرف، آمد به میدان، گفت که کیه با من مبارزه بکنه. سیدنا علی کرم الله وجهه فوراً بلند شد گفت من میرم یا رسول الله. رسول الله نمیخواست علی بره. علی خیلی جوان بود، داماد رسول الله بود، پسرعموی رسول الله بود، یه سری عاطفه هایی هم بود. اما وقتی که علی اصرار کرد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بهش اجازه داد و رسول الله اینجا شروع کرد به دعا که خدایا علی را پیروز بگردان. اونجا وقتی که رفت، عمرو بن عبدود گفت تو کی هستی؟ خیلی بچه معلوم میشی. گفت من علی ابن ابی طالب هستم. گفت عجب، تو برادرزاده من هستی، تو پدرت برادر من بود، پدرت دوست من بود، پدرت را میشناسم، من در حد پدرت هستم، من با تو نمی جنگم، تو در حدی نیستی که من با تو مبارزه بکنم. علی کرم الله وجهه گفت ولی من با تو می جنگم، من تو را می کشم. خندید، گفت باشه تو که اصرار داری اشکالی نداره. دو طرف تماشا می کردند. به حضرت علی کرم الله وجهه گفت که من گفتم که هر کسی که با من مبارزه بکنه 3 تا تمنا بکنه، 3 تا آرزو بکنه، من اگر نتونم همه آرزوهاش را برآورده بکنم، حداقل به یکی من
تن میدم، برآورده میکنم. مثلا به طور مثال عرض میکنم، اینقدر مغرور بود که مثلا طرف بگه که تو بدون شمشیر با من به جنگ میجنگم، طرف بگه تو فقط با دست چپ به جنگ میجنگ. چنان ماهر بود، خیلی بر خود اطمینان داشت. لذا گفت چه آرزویی داری؟ حضرت علی کرم الله وجهه گفت که اولین آرزوی من اینه که مسلمان باش. گفت نه، این که ممکن نیست. گفت که خب دومین آرزویت را بگو. گفت دومین آرزوی من اینه که اگر مسلمان نمیشی برو لشکرت را بردار برین از اینجا. چی میخوای از ما؟ چون واقعا خطر بود. 12,000 نفر آمدند، مدینه منوره را محاصره کردند. یک مشت از مؤمنین که نان شبشون را ندارند، چه کار بکنند؟ از نظر اسباب ظاهری هیچ امیدی برای نجات نبود، اما صحابه ایمان داشتند. علی گفت دومین اینه که بردار برگردی. گفت اینم نمیشه. سومی را بگو. علی گفت سومی آرزوم اینه که با تو بجنگم و تو را بکشم. خنده ای زد، قهقهه ای زد. گفت پس بیا. حمله کردند. بسیار عرض کردم ماهرانه می جنگید و در همون حمله های اول و درگیری های اول چنان گرد و خاکی بلند شد که هم از طرف مشرکین تماشا میکردن، از طرف مسلمان ها فقط گرد و خاک میدیدن، چیزی دیگه نمیدیدن. هیچ معلوم نمیشد کی به کی هست. همه پریشان، همه ناراحت، تا اینکه یه حمله بسیار خطرناکی به حضرت علی کرم الله وجهه کرد. حمله کرد و شمشیر را زد به علی، اما علی رضی الله تعالی عنه از اینجا که جوان بود و خیلی چالاک هم بود، جا خالی داد. او با شمشیرش افتاد به زمین. حضرت علی کرم الله از پشت حمله کرد و زد به سرش. به محض اینکه زد گفت الله اکبر، صحابه متوجه شدن علی پیروز شد و این دشمن خدا را الله عزوجل به این صورت خار و زبون کرد. و بعد گفتند اونها که مشرکین گفتند چند هزار درهم میدیم جنازهش را به ما بدید. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت این جنازه ناپاک برای ما ارزشی نداره که پول بگیریم، ببرید جنازهش را بهشون بدید. لذا جنازهش را بهشون دادند. الله عزوجل یک به یک عرض کنم که آثار نصرت را و آثار کمک را ظاهر می‌فرماید. بعد از اون درگیری های بسیار زیادی به وسیله تیراندازی شد. اونها خیلی تیر زدن، صحابه هم تیر زدن، بعضی از اصحاب شهید هم شدن. من جمله یکی از افرادی که اینجا زخم خورد و تیر خورد و بسیار نقش اساسی و محوری را اجرا کرد در این جنگ، حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه بود. از سرداران انصار و از بزرگان انصار، کسی که با سخنرانی های حماسیش انصاری ها آماده می شدن جان بدن. سعد خیلی سخنران بود، خیلی واعظ بود، خیلی هم شجاع بود. و سعد رضی الله تعالی عنه ام المؤمنین عایشه روایت میکنه در یک قلعه همه زنها را جمع کرده بودند. سعد رضی الله تعالی عنه رفت به اونجا به دیدن مادرش. اونجا وقتی که رفت مادرش را ببیند، عایشه رضی الله عنها میفرماید که لباس زرهی به تنش بود که این لباس زرهی برش کوتاه بود، دستایش زیر اون لباس قرار نگرفته بودم. بعد از اینکه رفت من از دور دیدم، به مادرش گفتم که سعد دستایش در خطر هستند، تیر مرتب می آید. مادر سعد گفت که خدا اگر کاری بخواد بکنه میشه، خدا خودش حفاظت میکنه. بعد از اون وقتی که تیراندازی شد، تیری به دست حضرت سعد خورد و این رگ حیاتش را ضربه زد و خونریزی شد. چنان خونریزی شد که سعد را بردن بستری کردن و یکی از صحابیات، زنی به نام رفیده رضی الله تعالی عنها، از سعد تیمارداری میکرد
و برای سعد خدمت میکرد. اما سعد اینجا یه دعایی کرد، گفت بار الها اگر قرار است که قریش دوباره بر علیه پیغمبرت باز هم لشکرکشی بکنه، باز هم بجنگه، من هنوز زنده نگه دار که من موی دماغی برای اونها باشم و اگر نه بناس در همین جنگ اینا برای همیشه شکست بخورند. ایمان داشت به نصرت الله عزوجل، پس مرا با همین زخم هم موت شهادت بده. خلاصه حضرت سعد تا دیر وقت ماند، مریض بود، زخمی بود. بعداً به داستان سعد در جریان بنو قریظه میرسیم. مشرکین تا مدتها محاصره کرده بودند تا اینکه الله عزوجل کم کم عرصه را بر اونها تنگ کرد. اول چند تا آیه بخوانیم ببینیم که قرآن چه تعبیری میکند، اون شرایط سخت را قرآن چگونه تعریف میکند. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای مؤمنان یاد کنید نعمتهای الله را بر شما. اذ جاءتکم جنود، زمانی که پیش شما آمد لشکریان زیادی بودند. ابو سفیان در رأس قریش، قبیله غطفان، قبیله بنو اسلم، بنو اشجع، بنو مره، بنو کنانه، بنو فزاره، یهود بنو نذیر، یهود خیبر، یهود بنو قریظه، همه اینها بودند، هیچ کسی نمانده بود. البته درباره یهود بنو قریظه خدمت شما من عرض میکنم، الله میفرماید که اذ جاءتکم جنود، لشکریان آمدند، فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، ما فرستادیم بر آنها طوفانی و همچنین جنودی، لشکریانی که شما نمیدیدید. این لشکریان ملائکت الله بودند. الله ملائکه را فرستاد به کمک اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. و کان الله بما تعملون بصیرا، خداوند به آنچه که شما عمل می کردید بیناست، یعنی اعمال شما را نظارگر بود. از حفر خندق گرفته تا ثبات علی القتال. الله می فرماید اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم، شدت غزوه را الله عزوجل به تصویر می کشد. اذ جاءوکم من فوقکم، زمانی که آمدند از بالای مدینه، یعنی از طرف شمال شرقی. بنو غطفان و همراهانشون که از اهل نجد بودند اون قسمت را به عهده گرفته بودند و بنو قریظه و بنو نذیر اسفل را به عهده گرفته بودند و خود شمال را ابو سفیان به عهده گرفته بود. لذا الله می فرماید که و از طرف وادی جانب غرب قریش و بنو کنانه و اهل تهامه، همه اینها به هر حال تقسیم بندی بود طبق شرایط جغرافیایی اون روز. الله می فرماید من فوقکم و من اسفل منکم، از قسمت بالای مدینه، پایین مدینه. و اذ زاغت الابصار، زمانی که خیره شد چشمها، و بلغت القلوب الحناجر، و دلها به حنجره رسید، یعنی گلو خشک شد، دل به اینجا آمده بود. کنایه، این یک اصطلاحی هست، یک محاوره ای هست. و تظنون بالله الظنونا، شما به الله گمان می کردید انواع گمان ها. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. الله می فرماید اینجا بود که مؤمنان به ابتلا گرفتار شدند، یعنی به امتحان الهی. و زلزلوا زلزالا شدیدا، زلزله بسیار
شدیدی برای مؤمنان بود، یعنی واقعا به تزلزل افتادند، به پریشانی افتادند. از هر طرف دشمن احساس میشد دیگه هیچ امیدی نیست، هیچ امیدی برای نجات نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه خندقها را حفر کردند، بعد از اینکه صحابه را در سنگرها قرار دادند، شروع کردن به دعا و مناجات. هر روز دعا، چون که جنگ عملا نبود، گاهی تیراندازی میشد، گاهی چنان شدید میشد. یه روزی چنان تیراندازی زیاد شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء یک جا خواندند، 4 نماز را، چون که نتونستن نماز بخونن از بس که شدید بود. بالاخره در همین روز حضرت سعد بن معاذ هم زخمی شد. بالاخره دعا کردند، چنان دعا کردند که اون محلاتی که الان آن حضرت صلی الله علیه وسلم اونجا دعا می کردند، در اونجا مسجد ساخته شد بعداً، مسجد الفتح. اونجا مژده فتح و بشارت آمد در روز دوشنبه بعد از 25 روز تقریبا. 25 روز این محاصره ادامه داشت و در این مدت غیر از تیراندازی چیزی دیگه نبود و از یک طرف از داخل از درون منافقین بودن که در آیات آینده میخوانیم، امروز فرصت نمیشه. منافقین بودن که هی تضعیف روحیه میکردند، هی برای صحابه میگفتن که باید تمام بکنیم، باید جمع بکنیم، باید برگردیم به دین گذشته ایمون. اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم دعا کردند تا اینکه در روز دوشنبه آخرین هفته الله عزوجل مژده فتح دادند. اینجا که آن حضرت مژده فتح را دریافت کردند، از صحابه پرسیدند که چه کسی میتونه بره از دشمن خبر بیاره. عرض کردم از نظر شرایط آب و هوا هم بسیار سرد بود. عزیزانی که در زمستانها در مدینه بودن میدونند که زمستان مدینه گاهی سردی میاد، چنان سردی که در مناطق ما اون سردی نیست. اون سال هم سردی چنانی بود که صحابه میلرزیدن، هیچ نوع امکاناتی هم نداشتن. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه گفت من یا رسول الله میرم. همونجا فرمود که زبیر حواری من هست. ولی آن حضرت صلی الله علیه وسلم حذیفه را صدا کردند، حذیفه تو برو. حذیفه آمد. در بعضی از کتابهای تفسیر دیدم که حذیفه میلرزید. آن حضرت فرمود چرا میترسی، چرا میلرزی؟ گفت یا رسول الله سردم هست نمیترسم. آن حضرت دست مبارک را بر سینه حذیفه گذاشت. حذیفه میگه این دست رسول الله چنان حرارتی، چنان گرمی در وجود من پیدا کرد که تمام اون سردی تبدیل به گرمی شد. نه تنها اون روز، بلکه بعد از اون در تا روزی که حذیفه زنده بود، در سردترین روزهای شام و سوریه که مردم مثل بید از سرما میلرزیدن، حذیفه نیازی به هیچ کت و پالتویی نداشت. میگفت از اون روز به بعد دیگه اصلا سرما در من اثر نداشت. این یکی دیگر از معجزات بود. خیلی معجزات اینجا ظاهر شد. حذیفه رفت اونجا خبر بیاره. وقت سحر رفت، باد هم شدید بود، باد شروع کرده بود به وزیدن. الله عزوجل فرشته ها را هم تعیین کرده بود که دیگهای اونها را و ظرفهای اونها را و غذاهای اونها را بریزند. اما اینجا میگذاریم. قبل از این به وسیله یکی از اصحاب که تازه ایمان آورد، اینجا همه نقش داشتند و تا جایی که میتونیم نقش کسانی که در پیروزی این جنگ نقش داشتن باید یادآوری بکنیم. یکی از اصحاب از قبیله غطفان بود. همین قبیله غطفان که یک سر جنگ به دست اونها بود، به نام نعیم یا نعیم ابن مسعود اسلمی یا اشجعی رضی الله تعالی عنه، تازه به حقانیت ایمان پی برد. قومش خبر نداشت. همینجا در همین معرکه
دزدکی آمد، یواشکی آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، من به حقانیت این دین پی بردم و من میدونم که این دین دین خداست، لذا من مسلمان شدم، هیچ کسی خبر نداره، اما خدای عزوجل به من چنان توانی و چنان هنری داده که من میتوانم در صفوف اونها تزلزل ایجاد کنم، میتونم اونها را به هم بندازم، اگر اجازه میدی من این کار را میکنم. آن حضرت فرمود برو این کار را بکن، اشکالی نداره. این خدمت شما هم عرض نکردم که قبیله بنو نظیر که رئیسشون حویی بن اخطب بود، اون حویی بن اخطب آمد با کعب که رئیس بنو قریظه بود با او مذاکره بکنه. کعب ابتداء اصلا در را باز نکرد، هرچه حویی گفت که من میخوام باید صحبت کنم، گفت نه، شما اینجا میخواید بجنگید بعد میرید، ما اینجا با مسلمان ها حلیف هستیم، بعدا تکلیف ما چی میشه؟ او از پشت در سوگند یاد کرد که ما پیروز میشیم و بعد در را برش باز کرد و گفت تو اگر اطمینان نداری من اینجا با شما میمانم، من گروگان که اگر شما احساس خطر میکنید من همینجا نگاه داری، اگر شما کشته شدید من از شما بهتر نیستم، چون یقین داشت که پیروز میشند. تا اینکه این بیچاره حویی بن اخطب رئیس بنو نظیر بود، اما اینجا خودش را گرور نگه داشت، تا اینکه بعداً اینها همه اسیر شدند، همه کشته شدند، اونم کشته شد. بالاخره کعب را راضی کرد که حمایت بکند، حمایت مالی بیشتر، غذا، خوراک و اسلحه. این شما میدونید که یهودی هایی که در اطراف مدینه بودن بسیار سرمایه‌دار بودن، تمام ملت عرب چشمشون دوخته بود به سرمایه های اینها، لذا تا زمانی که بنو قریظه حمایت مالی نمی کرد موفق نمی شدن. بنو قریظه خیلی حمایت کرد، این اولین خیانت بنو قریظه بود. اما نعیم ابن مسعود آمد و اول با سردار بنو قریظه صحبت کرد، گفت من خودم از همین قبایل عرب هستم، ولی اینه به شما بگم که ماها که اینجا هستیم قبایل اگر پیروز نشیم فرار میکنیم، شما چه کار میکنید؟ برای شما هیچ که پروایی نداره. یک مقدار رئیس قریظه متزلزل شد، بعد این گفت من پیشنهادی بهت دارم، اون پیشنهاد اینه که من میشناسم این قبیله و افراد قبیله خودم را، غطفانی ها را، اینا همیشه خیانت میکنن، شما چند نفر از سرداران قریش و غطفان را مثل حویی بن اخطب پیش خودت نگه دار، به اونها بگو اینجا بمانند، بعداً کمکشون بکن و الا کمک نکن، برای شما بد تمام میشه. اون قبول کرد، رفت پیش اونها، رفت پیش ابو سفیان و پیش رئیس قبیله غطفان، به اونها گفت که اطلاعاتی که من دارم بنو نظیر به شما پشت کرده، بیشتر از شما حمایت نمیکنه و با مسلمان ها یکی شده ساخته و قول داده تعدادی از شما را گروگان نگه داره و به مسلمان ها به تلافی خیانت گذشتهش تحویل بده شما را، لذا شما به بنو نظیر اعتماد نکنید. اونها به خاطر اینکه مطمئن بشند نمایندگانی فرستادن پیش بنو قریظه. این نماینده ها وقتی که اونجا رفتند، رئیس بنو قریظه کعب گفت ما در یک صورتی با شما ادامه میدیم همکاری را که شما تعدادی از سرداران از بزرگان اینجا پیش ما بمونید، اگر برای ما خطری شد خطر برای شما هم باشد، چون شما فردا فرار میکنید، ما هیچ اطمینانی نداریم. اونها به سخن نعیم ابن مسعود پی بردند که واقعا اونا فکر کردم خیانتی هست، رفتن با هم مشوره کردن، گفتن بنو قریظه خیانت کرده، میخواد ما را به گروگان ببره و تحویل بده، لذا پیمان بین اینها شکست، اینها دیگه با هم دیگه همکاری نکردن. بعد از اون هیچ نوع خوراکی، هیچ نوع حمایت مالی از طرف بنو قریظه برای قریشی ها، غطفانی ها و قبایل مختلف نشد. اینجا این اولین ضربه بود که به اونها وارد شد، شوک بود که به اونها وارد شد. ضربه اصلی اینجاست که طوفان میاد. اینجا حضرت حذیفه رفت. حذیفه رضی الله تعالی عنه میگوید
وقتی که اونجا رفتم دیدم همه روحیشون ضعیف شده، سرده، همه میلرزند، باد چشمانشون را کور کرده و دیدم که باد شدید و شدیدتر شد. آخر گویی که دیگهای اینها را، همه دیگهای پر از غذا، پر از آذوقه، همه اینها را گویا همه را چپه کردند، سرنگون کردند، ریختند. ملائکه بودند، فرشته ها بودند، همه آنچه که داشتند هم ضایع شد. لذا موندن چیکار بکنیم؟ بنو قریظه هم حمایتش را قطع کرد، هر چه داشتی هم تمام شد و هیچ روحیه نمانده بود. 20 خورده روز گذشته، هر کاری میکنن نمیتونن پیشروی بکنند. لذا ابو سفیان گفت فوراً جمع بشید، جلسه تشکیل میدیم. همه جمع شدن. حذیفه رضی الله تعالی عنه میگه ابو سفیان هم خیلی زرنگ بود، سیاستمدار بود. گفت که شب بود، تاریک بود، احساس خطر میکرد کسی از میان مسلمانان نباشد، در میان ما نباشد. لذا گفت که از همراهان که کنار شما هستن بپرسید، ببینید که غریبه در میان شما نیست. تاریک بود دیگه. حضرت حذیفه میگه هر یکی از رفیق بغلیش میپرسید تو کی هستی؟ میگه من زرنگی کردم، فوراً اونی که راستم بود پرسیدم تو کی هستی، اونی که چپم بود پرسیدم تو کی هستی. من از اونا پرسیدم تا اونا از من نپرسند. خلاصه هر دو جواب دادن، از من کسی نپرسید. بالاخره همه مطمئن شدن که همه خودمانی هستن. ابو سفیان گفت چیکار بکنیم؟ همه به تنگ آمده بودند. این طوفانی که بود نه میدیدند، نه آرامش داشتند، نه غذا داشتند، نه روحیه داشتند. گفتند که با این بار بریم، یه بار دیگه، یه نوبت دیگه نمیشه، الان بیشتر از این نمیتونیم، روحیه ندارن سربازان. به محضی که اینا گفتند، همه اینا مشوره را دادن، ابو سفیان دستور داد جمع کنید. همه جمع کردند. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فوراً آمد خدمت رسول الله، گفت ابشر یا رسول الله، مژده باد، سپاه اسلام، سپاه کفر شکست خورد، داره جمع میکنن، دارن فرار میکنن، داره میرن از اینجا. آن حضرت صلی الله علیه و سلم مژده فتح را به صحابه داد. همه صحابه خوشحال شدند و آن حضرت صلی الله علیه و سلم برگشتند به مدینه منوره. بعد از اینکه اونها رفتند، از خندق به مدینه برگشتند. در روایت های صحیح حدیث داریم که جبرائیل امین در حالی که زره پوش بود آمد. پیغمبر خدا داشت لباس ها زرهی را بیرون میکرد. گفت چه کار میکنی؟ گفت لباس ها را از تنم در میکنم. تمام شد. گفت نه، رب سبحانه و تعالی دستور داده که خودتون را به بنو قریظه برسانید و اونها را به سزای اعمالشون برسونید. اونها خیانت کردند. رسول الله دستور داد فوراً به طرف بنو قریظه. صحابه به اون سمت و سو حرکت کردند. به هر حال بعد از اینکه اونها شکست خوردند و رفتند، رسول الله به طرف بنو قریظه رفتند که این آیاتش جلوتر میاد. اما اینجا در رابطه با شرایط مؤمنین شما خواندید چه شرایط سختی داشتند. بعد از مؤمنین و صفات مؤمنین صفات منافقین را میخوانیم. الله میفرماید و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، زمانی که میگفتند منافقان، یعنی آنهایی که در دلهایشان مرض بود. این واو تفسیری است. منافق کیه؟ یعنی اونی که در دلش مرض است. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، الله و رسولش با ما وعده نکرده مگر وعده فریب. ما را فریب دادند. دشمن آمد دیگه تمام شد. در تفاسیر داریم که منافقین فکر میکردن، از آیه همین معلوم میشه که دیگه آخرین حیات و نفسهای اسلام و مسلمین هست. قال الحسن، حسن بصری میفرماید ظن المنافقون ان المسلمون یستأصلون. منافقین بر این پندار بودن که دیگه مسلمان ها استیصالشون هست، ریشهشون کنده میشه. و ظن المؤمنون انهم ینصرون، این ظن مؤمنین جلوتر میاد. مؤمنان فکر میکردن که از سوی الله عزوجل
یاری میشه. ها این همین ظن نیست که گذشت. اما منافقین و تظنون بالله الظنون، ظنون متفاوت. ظن کفار و منافقین شکست بود، ظن مؤمنین پیروزی بود. اما منافقین چی گفتن؟ بعضی از سران منافقین مثل طعمه ابن عبیرق، معتب ابن قشیر و دیگران و بعضی گفتن عبدالله ابن ابی، اینها آمدند و ذلك ان طعمه ابن عبیرق، قرطبی بازم نوشته، و معتب ابن قشیر و جماعت نحو من 70 رجلا، حدودا 70 نفر، قالوا یوم الخندق، اینا با هم نشستن روز خندق، گفتن چیکار بکنیم؟ عصبانی بودند از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در اون جرقه هایی که از زدن سنگ مشاهده کردند و فرمودند کاخهای ایران و روم و یمن را میبیند، اینها مسخره کردند، گفتند کیف یعدنا کنوز کسرا و قیصر، چطور به ما وعده میده که ما خزائن قیصر و کسرا را فتح میکنیم در حالی که ولا یستطیع احدنا ان یتبرز، یکی از ما نمیتونه برای نیاز، برای دستشویی بره بیرون. ما چطور اونجا؟ چه مسخره؟ چرا به ما علیاذ بالله دروغ گفتن، فریب دادن ما را؟ ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. خودشون این کفریات را میگفتند و مسلمان ها را میگفتند دیگه بسه، تسلیم بشید، تا کی میخواید ادامه بدید؟ و اذ قالت طائفه منهم، این نکته را داشته باشید که همیشه منافق در سختی ها خودش هم روحیه نداره و به اهل ایمان هم تضعیف روحیه میکنه نسبت اهل ایمان را. هی سعی میکنه اونها را بگه آقا تمام کنید، آقا ادامه ندید، بیاید کنار، بیاید تسلیم بشید. این صفت منافق، این یکی از خلتها و خصلتهای اهل نفاق هست، همیشه در سختی میترسه. لذا الله می فرماید و اذ قالت طائفه منهم، زمانی که یک گروهی از منافقین گفتن یا اهل یثرب، ای مردم مدینه، لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم یعنی شما دیگه جایگاهی ندارید، دیگه جایگاهی ندارید. فرجعوا، برگردید. از چی برگردید؟ این فرجعوا را دو تفسیر کردن مفسرین. یکی این که فرجعوا یعنی برگردید به مدینه، به خانه هایتون تسلیم بشید، از خندق به مدینه برگردید، دیگه ادامه ندید، دیگه نجنگیم، تمامش کنیم. و یک تفسیر دیگه این که فرجعوا یعنی از این دین برگردید، دیگه این تمام شد، تاریخ این دین گذشت، الان دیگه پایانش هست، چرا اینقدر اصرار داریم بر این عقیده بمانیم، بر این دیدگاه بمانیم؟ لذا از این برگردیم. فرجعوا الى بیوتکم، بحر المحیط نوشته فرجعوا الى بیوتکم و منازلکم، به خانه هایتون برگردید و به منازلتون برگردید. امروهم بالعرب عن رسول الله صلی الله، بالحرب عن رسول الله، دستور دادن که با رسول الله نجنگیم. و قیل فرجعوا الى دینکم الاول و اسلموه الى اعدائه، به دین اول برگردیم، تسلیم بشیم در مقابل دشمنان، بگیم آقا ما به دین شما با ما کار داشته نباشید. تنها راه همینه، اگر میخواهید که زنده بمانید باید برگرد. الله میفرماید و یستأذن فریق منهم النبی، گروهی از منافقان می آمد اجازه می گرفت از پیغمبر، می گفت ان بیوتنا عورا، خانه های ما عورت است. عورت یعنی خالی، یعنی امنیت نداره، زنها اونجا هستند و احساس خطر می کنیم. الله می فرماید و ما هی بعوره، بحث ناامنی خانه ها نیست، خالی بودن خانه ها نیست. این یریدون الا فرارا، اینا نمیخوان مگر میخوان فرار بکنن، میترسند، ترسو و بزدلند.
الله میفرماید چنان بزدل هستند که ولو دخلت علیهم من اقطارها، اگر از اطراف و از اکناف کفار موفق بشن داخل بشند. دخلت جیش الکفار علیهم، بر این منافقین از اطراف مدینه بیاند خانه های اینها را محاصره بکنند. ثم سئلوا الفتنه، سپس از اینها تقاضا بکنند فتنه را. فتنه یعنی چه؟ فتنه را هم دو تفسیر کردن. ما در قرآن خواندیم فتنه به معنای شرک، والفتنه اشد من القتل، یعنی از اینها بخواند که بیاید مشرک بشید، بیاید علنا شرک بکنید، اینا میکنند. معنای دوم فتنه هست جنگیدن با رسول الله، با مسلمانان، یعنی از اینها دشمنان بیاند اینا رو محاصره بکنن، به خونه هایشون بیاند، به اینها بگن که بریم با رسول الله بجنگی، اینا میاند، اینا می جنگند. لآتوها، یعنی حتما به سوی فتنه خواهند آمد، حتما دوباره دین شرکی را میپذیرند، یا حتما دوباره میآیند و در مقابل رسول الله سفارایی میکنند. و ما تلبثوا بها الا یسیرا، اما الله میفرماید نمیمانند در آن فتنه مگر اندک. اینها هیچ جای توان ندارند، قدرت و شهامت ندارند که بمانند. الله میفرماید ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، اینا قبلا هم با خدا عهد بسته بودند، چرا اینقدر ترسوند؟ در احد هم اینها میدان را ترک کردند. عبدالله ابن ابی با 300 نفر میدان را ترک کرد. الله میفرماید این عهد شکنی منافقین هر جا عهد شکن. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار، با الله عهد بسته بودن، پیمان بسته بودن که از این به بعد پشت ندهم به دشمن، میدان را خالی نکنن، نترسن. و کان عهد الله مسئولا، عهد الهی مورد بازخواست قرار میگیره، یعنی این عهدی که با خدا بستن فردا ازشون سوال میشه چرا عهد را شکستید. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. الله میفرماید خلاصه این که در فرار ضرر هست، نفع نیست. انسان اگر فرار بکنه بعد برای همیشه زنده میمانه؟ نه خیر. کسی که از مرگ میترسه، مرگ حتما در جهاد نیست. خیلی مردان بزرگ بودند که تمام عمرشون در جهاد بودند، مثل سیف الله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه، اما آخر زار زار گریه میکرد که چرا بر رخت خواب مثل پیرزنها میگفت دارم میمیرم. تمام بدنش زخم بود، هیچ جا نبود بدون زخم، اما ناراحت بود چرا بر رخت خواب میمیرم. خیلی ها هستند که من این علت را قبلا برای شما گفتم، شاید بعضی از طلاب گفتم، بعضی مقتدیان نبودند. الانم میخوام علتش را عرض بکنم که چرا سپه سالارانی، مردان بزرگی مثل خالد ابن ولید که تمام عمرشون را در راه جهاد و در راه شهادت فی سبیل الله سپری کردن، آخر به آرزوشون نرسیدند، آخر شهید نشدند. بعضی از علماء ما نوشتن معتقدن الله عزوجل مثل این افراد را در میدان جهاد شهید نکرد و نمی کند، می خواهد به بقیه انسانها بفهماند که ای مردان، حتما و لازما در جنگ مرگ نیست. خیلی ها هستند عمرشون تو جنگ هست، خدمتشون تو جنگ میگذره، اما آخر در جنگ نمیمیرند. مثل خالد ابن ولید، به قول دوستان شعری بر قبرش هم هست که نوشته ای بزدلان دنیا و ای ترسوهای دنیا، اگر در جنگ کشتن بود و مرگ بود، من در جنگ ها می مردم. کسی از قول ایشون این شعر را نوشته.
و بعضی از علما در کتابی دیدم نکته بیشتر پسندیدم اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خالد را لقبی داده بود سیف الله. این لقب را رسول الله بهش داد. سیف الله به معنی شمشیر خدا. به خاطر این لقب هیچ وقت این شمشیر خدا در مقابل دشمنان نشکست، چون که اگر در مقابل دشمن کشته میشد به معنی شکستن شمشیر خدا بود. الله عزوجل اینو نپسندید و نخواست که شمشیری که به اون نسبت داده شده در مقابل دشمن زبون شکسته بشه، لذا هیچ وقت در جنگ برای شهادت نیاورد و آخر به موت طبیعی فوت کرد. به هر حال الله می فرماید قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم، به آنان بگو هرگز فرار برای شما مفید نخواهد بود. ان فررتم من الموت، اگر شما از مرگ فرار بکنید، او القتل، از یا از جنگ. و اذا لا تمتعون الا قلیلا، اگر بالفرض فرار بکنید شما دیگه زیاد زنده نمیمانید مگر اندک. تمتعون، از متاع دنیا نمیتونی زیاد بهره بگیری. از این جنگ فرار میکنی، بعد چند سالی دیگه میخوای زنده بمونی؟ از اینجا فرار میکنی در یک جای دیگه کشته میشی. خیلی ها هستن که ما میشناسیم در زندان حکم اعدام برایشون صادر شد، یا میلیون ها پول خرج کردند، میلیاردها تا نجات بیابند، نجات یافتند، ولی بعد از اینکه آمدن بیرون تصادفی اونها رو کشت، یعنی یک سال نموندند. پس اگر مرگ مقدر بشه میشه، هر جا بشه. شما الله میفرماید از جنگ بگریزید، چقدر بعد میخواید زنده بمانید؟ نمیمانه. همون لطیفه را خدمت شما عرض کردم، انسان هر شغلی داشته باشه میمیرد. بازرگانی از ناخدای پرسید که اینا در یه مسافرخانه با هم بودند، از ناخدا پرسید که پدرت چطور مرد؟ گفت پدرم مثل من ناخدا ملاح بود تو دریا یه روزی طوفانی شد، غرق شد، پدرم فوت کرد، از بین رفت. گفت پدر بزرگت اون چطور مرد؟ گفت ما هم ملاحیم، پیشه‌ای ملاحیم، اون هم مرگش به همین صورت، اونم تو دریا مرد. این بازرگان احساس وحشت و خطر که گفت نمی ترسی یه روزی تو هم با کشتی باشی در وسط دریا، تو هم بمیری؟ این ملاح از دید که این بازرگان متوجه نیست، گفت خب تو بگو پدر تو چطور مرد؟ گفت ما هم پدر پیشه‌ای، ما تاجر هستیم، پدرم هیچی تو خونه بود، مدتی مریض شد، بعد از مریضی فوت کرد. گفت پدر بزرگت چطور؟ گفت اونم به همین صورت. گفت تو نمیترسی یک روزی تو هم مریض بشی تو خونه بمیری؟ معنیش اینه که هر جا باشی، هر شغلی داشته باشی، چه در جبهه باشی، چه پشت میزهای آنچنانی و مبلها و درهای بسته محفوظ در قلعه، هم آخر میمیری. لذا مرگ عزیزان تو جنگ نیست، تو جهاد نیست. از جهاد نباید بترسیم، از مرگ نباید بترسیم. الله همین تعلیم را به ما میده. الله میگه مثل منافقین ترسو نباش. وقتی که در مقابل دشمن قرار گرفتیم، اگر الله برای ما موتی مقدر کرده، انشاءالله مستقیم به بهشت میریم. نباید از خود ضعف نشان بدیم. مسلمان باید اینقدر ایمان داشته باشه که موت و حیات را از رب بداند، از اسباب و وسایل ندوند. گاهی خدا به شما نشون میده که مرگ در این اسبابی که شما فکر میکنید نیست. پدری برای فرزند، من همیشه بیشتر در قبرستان ها این حکایت ها را ذکر میکنم تا مردم بدانند که به این اسباب ظاهری نیست. پدری رفته بود برای فرزندش سفارش بکنه پیش قاضی که قاضی به فرزند من اعدام دادی، من پدر پیرش هستم، به خاطر خدا ببخش.
قاضی ظالم هم با خشونت با این پدر رفتار کرده بود. به جای اینکه تسلیش بده، تشفیش بده، گفت به پسرت 3 بار اعدام دادم، اگر 1 بار حکم من را نقض بکنه اعدام دوم اجرا میشه، اعدام دوم بشکنه 3م اجرا میشه. این پدر آمد دلش شکست. بعد از اینکه آمد مدتی نگذشت که پدر فوت کرد، سکته کرد از غم، الله عزوجل فرزندش را زنده از زندان بیرون کرد، نجات یافت. لذا پدری که برای حیات پسرش هست، خود پدر میمیرد و پسر زنده میماند. پدر و پسر دیگری برای علاج، پدری که سرطان دارد میبرد فرزند پدرش را که به مشهد ببرد، تو راه تصادف میکنه، فرزند جان به جان آفرین تسلیم میکنه، فوت میکنه، پدر زخمی میشه، بعد از اون مدتی زنده میماند. فرزند رفته بود پدر را علاج بکند، الله خود فرزند را برد. گاهی زلزله میشه، بعد از 7 روز از زیر آوار انسانهای زنده بیرون میان. الله داره نشان میده که موت حتما تو این از اسباب نیست، الله اگر بخواد نجات میده. لذا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت، بگو هرگز فرار به شما نفع نمیدهد اگر شما از مرگ فرار بکنید، او القتل یا از قتل، و اذن در حالت فرار اگر فرار کردید لا تمتعون الا قلیلا، شما زیاد استفاده نمی کنید از متاع زندگی دنیا مگر اندک، یعنی بقیه عمر کمی میمانید، میمیرید. قل من ذا الذی یعصمکم من الله، شما باید از خدا بترسید. کی هست اون کسی، اون ذاتی، اون شخصی که شما را حفاظت بکند از عذاب خدا؟ ان اراد بكم سوءا، اگر اراده بد نسبت به شما خدا داشته باشد، اراده عذاب داشته باشد، اراده زدن شما داشته باشد، کی میتونه حافظ شما باشه؟ کسی نیست. لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه، فقط و فقط خدا میتونه ما را نجات بده. او اراد بكم رحمه، این از قبیل علفتها تبنا و ماء باردن هست، قبلا توضیح دادم برای طلاب. یعنی من ذا الذی یمنع منکم رحمت الله ان اراد بكم رحمه، اگر خدا نسبت به شما اراده رحمتی داشته باشد، کی میتونه جلوی رحمت خدا را بگیره؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابن عباس چه فرمود؟ که اگر تمام دنیا جمع بشن و به تو نفع برسانند، بخوام به تو نفع برسانند، فایده به تو بدن، تا زمانی که الله نخواد نمیتونند. و اگر تمام دنیا جمع بشن به تو آسیبی برسانند، به تو ضرری برسانند، تا زمانی که الله نخواد نمیتونه. این تعلیم قرآن است، تعلیم رسول الله است، عقیده ماست. لذا الله می فرماید ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، نمیابند برای خودشون غیر از الله عزوجل هیچ حامی که اونها را حمایت بکند و هیچ نصرت کننده که اونها را یاری برساند. صدق الله مولانا. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.